خب سلام، کاوه هستم و خیلی خوشحالم که برگشتم و تصمیم دارم که یه پلیلیست جدیدی رو من استارت بزنم با موضوع تست نویسی، چون از اون موضوعاتی که من خیلی وقت تو فکرش بودم ولی هیچ وقت نمیشد که توی حالا کار و این تیپ داستانا واسش وقت بذارم و یه مقدار جدی‌تر دنبالش بکنم. یکی از اون مهارت‌هایی بود که من باید بالاخره میرفتم سمتش و یه چند ماهی که تونستم، یعنی این موقع واسم پیش اومد که بتونم که یه مقدار عمیق‌تر روش کار بکنم و همچنان البته دارم میخونم و دارم روش کار میکنم، ولی خب الان فکر کنم به یک استیت خوبی رسیده که حداقل استارتش رو بزنیم و بریم جلو تا ببینیم که کار به کجا کشیده میشه. واسه حالا توی این پلیلیست که خب منطقاً من سعی میکنم یه مقدار با اون اصول تست نویسی شروع بکنم و خب از برپای تجربه من قطعاً و شاید لزوماً چیز جامع و کاملی هم نباشه به طبعش، ولی خب تست نویسی رو استارتش رو میزنیم. احتمالاً روی همون خود کامپوز نیوز تستی که نوشتیم و یه مرور بکنیم، ریفکتور بکنیم، با در واقع یونیت تست شروع میکنیم، میریم بعد سمت اینتگریشن تست و دیگه end to end تست و سعی میکنیم که همه انواع تست ها رو پوشش بدیم، چون میگم واقعا چیز خفنیه. خیلی یعنی خب من در وهله اول یه مقدار اون مباحث معماری و این تیپ داستان ها رو دوست دارم، بعدش تست نویسی. به حدی این موضوع جذابه. حتی چند ماه اخیر یه دونه چنل تلگرامی هم زدم. حالا اونایی که من رو تلگرام دارن فکر کنم دیدن که پین شده به پروفایل تلگرام، ولی خب لینکش رو توی دسکریپشن میذارم که توی اون چنل کاری که میکنم اینه که روزانه سعی میکنم روزانه یک مبحث ریز حتی شده بذارم که چوری بگم، اصلا فلسفهش اینه که منو پوش بکنه که هر روز یه چیز جدید یاد بگیرم، هرچند کوچیک. خب اسم چنلش هم سافر انجینیرینگ لول اپه و کلیتش اینه و سعی میکنم که خب روی اون چنل هم شیر بکنم هر روز یک مطلب. ایدئال من اینه حداقل. و خب اگه دیده باشین، اونا که دیدن که اخیرا خب خیلی روی بحث تست و تست نویسی فوکس شده، چون واقعا تست از اون مقوله‌ایه که خیلی روی کد بیس تاثیر شگرف میتونه بذاره. یعنی واقعا یه حالت امیزینگ و شگفت زده‌ای رو من الان دارم و به حدی که یک دنیای خیلی جالب و عجیبیه و خیلی لذت بخشه تست نویسی. شاید خیلی اون باش بیگانه باشیم، ولی خب امیدوارم دلیلی باشم که این انگشت پات رو بکنی توی آب و در نهایت شیرجه بزنی توی این آب، چون خیلی هیجان انگیزه. آره دیگه، حالا بریم ویدیوهای بعدی یکم گپ بزنیم و ببینیم کار به کجا کشیده میشه.